توقشکن یاسشکن خلق خاله اقلیمی توشبای و بیشتری عمر خود را به هنرمندی گذرانده است. امروز فرزندان و نبیرگان در پهلوی او از هنر کشیده دوزی نازکی‌های کسب می‌آموزند. میگوید که کسب کشیده دوزی برایش میراثی بوده، از مادر و بیبی کلانش آموخته تا امروز چندین شاگردان را به این کسب جلب نموده است. هنری دستان او در اتاق کاریش به نمایش گذاشته شده است که همراز سیاحان خارجی و داخلی آمده از آن دیدن میکنند. مامامنن و نلرمز bizim من این هنر رو اصلا از مادر و بیبی هایم آموخته تا امروز دوام داده ایستادم. چخیلی که میبینید ما یک خانه رو به نمایش هنرهای مردمی تشکیل داده در اینجا کرته‌های ملی، قراق دوزی، مهره بافی، زردوزی و تاقی دوزی خودمان رو گذاشته ایم. همه این هنرها رو من میتوانم. باید گفت که زردوزی و ترکدوزی قسم جدا نشونده کشیده دوزی به شمار می رود. خاله اقلیمی توشبای و میگوید که در چندین چاله‌بینی های فرنگی و نمایش های هنرهای مردمی ولایتی و شهری اشتراک نموده صاحب افتخارنامه و با نشان شهرت از طرف حکومت دولتی قدردانی گردیده است. ما در بسیار فستیوال های شهری و جمهوری اشتراک نموده ایم. چندین بارها جایهای نمایان را اشغال نموده ایم. ما را رهبریت حکومت دولتی شهری و ولایتی خیلی خوب قدردانی کردند. همین را گویم که به این اتاق نمایش های هنرهای مردمی که ما یک چند نمود هنرها را به مرز تماشا گذاشته ایم، مهمانان خارجی و داخلی بسیار میآیند، تماشا میکنند. اصلا این عائله همه هنرمند میباشند. برادران و خواهران و فرزندان و نبیرگان اعضای انسمبل اتنوگرافی بلبل گویا بوده در نزد شعبه فرهنگ حکومت دولتی ناحیه شرچی جمهوری ازبکستان فعالیت دارند. میگویند که در روزهای فرهنگ جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده هنر و استعداد خویش را پیشکش مردم تاجیک نمودند. 2005 yılda Tacikistan Respublikası سال 2005 در جمهوری تاجیکستان در فستیوال صدای دلها ما انسمبل اتنوگرافی بلبل گویا اشتراک نموده بودیم. در 5 شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان ما برنامه‌های کنسرتی پیشکش مردم گرداندیم. ساکنان صنعت ما را خیلی خوب قبول نمودند، چون که ما یک موسیقی، یک آهنگ، صنعتی با هم مانند داریم. ببینید با تشبث هر دو راهبران دولت رفت و آمد ما خوب گشته است. از این رو ما انسمبل اتنوگرافی بلبل گویا با هنرهای ملی خود نقشه داریم که باز به جمهوری تاجیکستان تشریف نموده هنرهای خود را پیشکش مردم تاجیک نماییم. واقعا هم دستان این مادر پر از هنر بوده، از دیدن آن کس آرزو می نماید که مثل این زن هنرمند گردد. خاله اقلیمی توشبای نیت دارد این هنری میراثی خود را به دیگران نیز آموزاند و محصول دستان خود را همیشه در نمایش‌های هنرهای مردمی پیشکش ساکنان و سیاحان خارجی گرداند. گزارش خورشید حلیم و فیروز میرزایف از ناحیه شرچی جمهوری ازبکستان برای برنامه اطلاعاتی نوید.